با من چی کاری میخواهی بکن. داد زن، دشنام ده. ولی میدانی که حاضر وقت این گپ ها نیست. اینجا باید ما یک چیز را فکر کنیم و هم باشد سلامتی این مرد است. من بعدا نمیرم سوزن. آید این موضوع با فرزندانم صحبت میکنم. کاری کرده آنها را راضی میکنم. لازم شود التجا میکنم. سوزن مرا میشنوی؟ سوزن به خود بیا. من باید به عدنه روم. میشنوی؟ من هم میروم. به یگان جا نمیروی. من تنها میروم، نه برای جنجال بلکه برای راضی کردن آنها میروم. فهمو؟ من هم میروم. به یگان جا نمیروی. نمیخواهم که پسرمان قربانی غضب تو شود. اینجا می ایستید در نزد پسرمان. من به عدنه تنها میروم. در خانه سخن نکرده تا اینجا اومده اید. موضوع عیان است. سخنهای سفسطه را به یک سو گذار. بهترش صحبت کنیم. اگر قادراتن به ندی از اینم کارهای ناجا میکند. باید مانع شوی. چی طرف مانع شوم اکا؟ شما انیق چی فکری در سرتون دارید؟ البته دارم. توبه. کمال با یک سخنت دنیا را به نظرت میآورد. اما تو اینقدر غرور داری که نه من از او پول نمیگیرم. اگر پول گیرم سرم خم میشد. گفته کودکانت را نیز به خود مانند کردی. شما چه هم میگویید؟ سرم خم شود یعنی شما همین رو میخواهید؟ با این بیهودگویت مرا عصبی نکن نیلگون. اگر پدر و مادرش راضی میشد شما آن وقت عائله دار میشدید. آیا دروغ است؟ من از زندگیم راضیم. 10 نفر در اختیار من کار میکنند. پول بسیار بوده است. بگذار سگ‌ها خورند. اکا جون، بیبی جان، اگر اکم سیاد شود همه گفته‌هایتان را اجرا میکنم. حالا میبینید هر شب در خانه شما خواب میکنم. خیلی که مادرم میگوید پرهیز نیز میکنم فقط اکم سیاد شود. خوب پدر. دخترکم، دختری جانم، من به یک جا رفته میایم. خوب دخترم، برای سلامتی اکات باید با کسی واخورم. شما با کجا میروید؟ زود میایم، خواطر نشم. تو نزدی مادرت است، فهمیدی؟ خوب. اکای احمد. کمال، چی گپ و چی خبر؟ چی ها شده ایستاده است؟ حالا مورد شهر نیست، رفتیم. اکای احمد، به سوزن همه حقیقت را نقل کردم. من تخمین کرده بودم چطور رفتار کردنش را نمیپرسم. نپرسید اکا. خدا مددگارت باد. من در همین جا خواطر نشم. آنها را 1 دقیقه هم تنها نمیکنم. تشکر. نیلگون گفته هایم نادرست است. به پولهای پیشنهاد کرده کمال نمیگفتی. پسرت قادر باشد با پدرش بحث نمیکرد. یک روز زندگی آسوده رو از سر میگذراندیم. بد میشد. شما فکر میکنید که من پولهای از کمال گرفته‌تان رو نمیدونم؟ او قرض قمارتان رو پرداخت کرد. قرض کارت کردیتیتان رو پرداخت کرد. کار کردن نتوانستید. مفلس شدید. این چی علاقه‌مندی دارد؟ چی پیوستگی دارد؟ کارهای به خاطر تو کردم چی میشود؟ وقتی که حبس شدم در محبس بودم، در یاد داری؟ وقتی که من از محبس برآمدم تو گروس نبودی. ها؟ پدر و مادرم وقتی که تو بی نکاح حامله دار شدی تو را پرتافتن. کی به تو صاحب شد؟ من. ها؟ من همیشه در نزد تو بودم. تو این را هیچگاه فراموش نکن. شما به من صاحب نشدید. برابر فرزندی کمال ایپکچی بودنش را دانستم به خاطر ثروتمند شدن این کارو کردید. شما به خاطر ثروت این کارو کردید. من به خودم صاحب شدم.
тамоми ҳаётамро дар ин муассиса гузаронидам. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. مادرجان صبر کنید. صبر، من خودم همش رو حل میکنم. همش در زیر نظارت من است. خواطر نشوید. به نزدیکی هر دوی ما شاهانه زندگی میکنیم. فهمیدید مرا؟ من دامادی کمال اپیکشی شوم، همه درها برایمون گشوده میشود. فهمیدید؟ خیر در خونه با میخوریم. حسرت؟ تو کی اومدی عزیزم؟ حاضر با مادرم صحبت کردم، به تو سلام گفت. یعنی همش رو از اول میدونستی؟ سببی با من خونه دار شوید بویگری پدرم بوده است. حسرت تو خطا میکنی عشقم. من در حیاتم تو بر این آدمی پس رو نو دیدم. لعنت خدا بر سرت باد. حسرت 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 جان، حسرت ایستو یک دقیقه. ایستو جانم، مرا گوش کن. با خدا قسم من نمیدونستم که پدرت خودی کمال اپیکشی است. من نمیدونستم این رو، تصادفاً فهمیدم جانم. التماس با من باور کن. خودت رو اینقدر شرمنده نکن. حسرت با عقل شو و هرگز برای سنجیدن من کوشش نکن. فهمیدی؟ برای فاش کردن کی بودن شما. یک دنیا تلویزیون ها هست که پول های آسمانی میدهند. فهمیدی؟ اگر یگون کار کردن نتوانم با پدر زنگ میزنم برای خاموشی سادنم.